هذا النور شفاء صدور. آیا می‌خواهید که چیزهای عجایبی را بدانید؟ عزیزان و خواهران و برادران مهربان، در این موضوع سر و اسرار را برایتان بیان می‌کنیم که شما حتی در حیاتتان نشنیده اید و نمی‌دانستید. آیا می‌دانید که چرا کودک در شکم مادر گریه نمی‌کند؟ بعد تولد شدن گریه می‌کند؟ آیا می‌دانید که دو دریایی که به هم تجاوز نمی‌کنند؟ آیا می‌دانید که دو درختی که سبز هستند ولی شاخه‌های آن مانند دانه‌های گرگید از آن آتش پیدا می‌شود و غیره ها را در این موضوع برایتان پیشنهاد می‌کنیم تا به آخر با دقت خوب گوش اندازید. آیا می‌دانید که در داخل سنگ آتش است؟ خداوند در حیات انسانیت حکمت و اسرار زیادی را نشان داده است، ولی انسانیت باید این خوب فکر کند و به سر و اسرار الهی شناس شود. در داخل سنگ آتش است، یعنی اگر شما خواهید که آتش را ببینید، پس دو سنگ را گرفته به همدیگر بزنید، البته آتش پیدا می شود. حتی در دوره های آبشینی ابتدایی، یعنی آن دوره هایی که نوع انسانیت پیدا شده بود، پس مردم در جنگل ها زندگی می کردند و برای آتش افروختن و طعام تیار کردن دو سنگ را به هم می زدند و آتش پیدا می شد. یک چیز عجایب دیگر، با کف دست راست خیش بنگرید که در آنجا با حرفهای عربی رقم 18 نوشته شده است و باز با کف دست چپ آن نظر کنید که در آنجا با حرفهای عربی 81 نوشته شده است. اگر ما 81 را با 18 جمع کنیم، پس 99 نام خداوند میبراید، یعنی پروردگار دارای 99 نام است. اگر از 81 ما 18 تایش را گیریم، پس 63 تایش میماند. انا همین 63 تا معنای آن را دارد که 63 پیغمبر در 63 سالگیشان وفات کردند و هم عمر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میبراید. باز یک سر دیگر، خداوند در قرآن در سوره یاسین در آیت 80 میفرمایند: ذاتی که پیدا کرد برای شما از درخت سبز آتش را، پس شما ناگهان از آن درخت آتش میافروزید. خداوند در سرزمین مکه مکرمه دو درخت آفریده است که نام‌ها یکیش افار و نام دیگرش میریخ می باشد. این دو درخت هر دو سبز هستند. اگر ما از این دو درخت یک شاخگی گیریم و به یکدیگر بزنیم، پس آتش پیدا می شود. تصور کنید که از درخت سبز آتش پیدا می شود. این یک قدرت خداست. و یا اینکه در روی دنیا یک دریای کلانی هست که آبی آن دریا یک طرفش شور است و طرف دیگرش باشد شیرین هست. آبی شور با آبی شیرین تماما آمیخته نمی شوند. پس آیا می دانید که چرا چنین هست؟ خداوند در قرآن در سوره الرحمن می فرماید: خداوند آفرید دو دریایی که به یکدیگر یکجا نمی شوند. در میان این دو دریا پرده می باشد که نمی گذارد که آبی شور با آبی شیرین آمیخته شود. و باز خداوند در آیت دیگر می فرماید که دو دریای را روان ساخت تا به هم جمع شوند. باز در آیت دیگر خداوند چنین می‌فرماید: میان این هر دو حجابی است که یکی به دیگر تجاوز نمی کند. عزیزم، خود به خلاصه بیایید تا بفهمیم که قدرت الهی چگونه است. آیا می‌دانید که چرا کودک در شکم مادرش گریه نمی کند، اما وقتی که تولد می شود پس در حال گریه می کند؟ کودک در شکم مادرش برای آن گریه نمی کند که آنجا به او راحت است و هیچ کاری گناه آنجا نیست و هیچ درد و غم هم نیست. ولی وقتی که تولد می شود و به این دنیای پر از گناه چشم می گشاید، پس مثل انسان پشیمان گریه می کند: ای خدای من در این دنیای پر از گناه پیدا شدم، پس در حیات گناهانی که می کنم آنها را چگونه جواب می گویم؟ گفته گریه می کند. از نظر علم طب باشد، وقتی که کودک تولد می شود، در حال خنکی و باد و هوای این دنیا به پوست او تاثیر می رساند و کودک خود را ناراحت حس می کند و گریه می کند. باز یک چیز دیگر که یک سال 360 روز می باشد و در روی دنیا نیز 360 دریای کلان وجود دارد. یعنی معلوم می شود که بعضی چیزهای دنیا به هم راست می آیند. آیا می‌دانید که برای یک نماز قضا کرده خیش در قیامت چقدر عذاب می‌بینیم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند برای یک نماز قضا خداوند ما را یک حقوق عذاب می‌دهد. یعنی یک حقوق این ما را یک نماز قضا
70 سال عذاب می‌دهد. اگر یک حقوق 70 سال باشد، پس یک سال 360 روز است. اگر ما 70 را به 360 ضرب کنیم، پس حاصلش 25200 می شود. پس معلوم می شود که خداوند ما را برای یک نماز قضا کرده امان 25200 روز عذاب می دهد. ولی شما راه افتاده نشوید، زیرا پروردگار ما خیلی و به اندازه مهربان است. دوستان عزیز، باز موضوعهای دیگر در پیش شما منتظر است. سر بلند و خانه آباد باشید. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.